به روز 4 طراحی لباس با طراحی فیگور سرخ خوش اومدید. برای رسم قسمت سر و صورت توی حالت سرخ ما میایم از یکی از دو نیمکره رسم شده استفاده میکنیم و توی اون نیمکره هلال قرار میدیم. اون هلال رو تا خط چون پایین میاریم و زوایای صورت هم طبق تصویر رسم میکنیم. بعد از اینکه یه طرف گردنمون رو رسم کردیم، از خط سرشانه تا خط پایانی یه نیم هلال رسم میکنیم که این نیم هلال خط الگوی بدنی ما میشه. برای رسم سرشانه سمت راست 2 برابر شعاع سر و سمت چپ نصف شعاع سر رو در نظر میگیریم. در سمت راست اون به اندازه هلال تا خط عمودی یکی نقطه کمر میشه و در سمت دیگری اندازه سرشونش نقطه کمر ما میشه که میتونید 1 میلیمتر حالا جابجا تر کنید به سمت داخل. نقاط لگن هم دقیقاً هم اندازه عرض شانه هاست. نکته طلایی این بخش رو حتما رعایت کنید تا طراحیتون بهتر شه. طراحی باسن رو به 2 بخش تقسیم کنیم. با توجه به خطوط خط اول رو صاف میکشیم و خط دوم که باسن بزرگ هست رو با 1 فاصله و حالت نیم هلال رسم میکنیم. برای سرسینه هم به همین شکل خط اول رو از سرشانه تا خط سینه صاف رسم میکنیم و خط دوم از سر سینه تا خط کمر رو مخالف جهت رسم میکنیم. با توجه به خطوط گردن فیگور رو هم رسم میکنیم. مفصل سرشانه ها رو مشخص و رسم میکنیم. برای طراحی مفصل آرنج از خط کمر 1 نیم دایره رسم میکنیم که مفصل آرنجمون رو روی اون بخش قرار بدیم. برای مفصل مچ دست با توجه به طرح مد نظری که برای کشیدن دست داریم با استفاده از انگشتان خطوط فرضی رو در نظر میگیریم و مفصل مچ دستمون رو مشخص میکنیم. برای دست راست من میخوام حالت دستم صاف باشه و برای این کار نیاز به کشیدن نیم دایره نیست و من خط صاف دستم رو رسم میکنم. طراحی قسمت داخلی ماهیچه‌های دست نیاز به این هست که اول فرم سینه ها رو مشخص کنیم و حتما به این دقت کنید که فرم ماهیچه‌های دست کجا حجیم‌تر میشن و کجا حجمشون کمتر میشه. برای شکل‌دهی به فرم پاها هم از خط زانوی نیم دایره رسم می‌کنیم مثل قسمت بالا. مفاصل مد نظر رو با توجه به طرحی که مد نظر داریم رسم می‌کنیم و خط کشیش رو انجام میدیم. ماهیچه‌های بخش پامون هم مثل ماهیچه‌های دست از قسمت حجیم رسم می‌کنیم تا به مچ پامون برسیم. اینم از پایان کار. نظراتتون رو حتما بهم بگید.